هزاران نفر از تظاهرگران ضد حکومتی روز 27 سپتامبر به نشان اعتراض به ضد فسادکاری دیگر باره در میدان مرکزی شهر کیشینیوف پایتخت مولداوا جمع آمدند. تظاهرات در نزد پارلمان را حزب مخالف سوسیالیستی و گروه به نام حزب ما برگزار کردند. اعتراضگران طلب دارند که رئیس جمهور مولداوا نیکولای تیموفتی از مقامش استعفا دهد و انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود. تظاهرات از 3 هفته پیش در مولداوا آغاز یافت. مردم در این کشور از گم شدن 1 میلیارد دلار از 3 بانک اساسی کشور به خشم آمدند. این حادثه 1 سال پیش رخ داد و سبب کاهش قرب پول ملی و پایین رفتن سطح زندگی مردم شد. تعدادی از زائران پاکستانی بعد ادای فریضه حج از عربستان سعودی به پاکستان برگشتند. 10 نفر از زائران را خویشاوندانشان در نزد فرودگاه بچه‌خان در شهر پشاور پیشواز گرفتند. اعضای خانواده زائران از آن خوشنود بودند که یکی از نزدیکانشان در بی سر و سامانی روز 24 سپتامبر در مینا آسیب ندیدند. در این روز بیشتر از 700 زائر زیر پای ازدحام مانده هلاک شدند.